سلام، خوش اومدید به کانال مونوتریدر. قصد دارم در این ویدیوی آموزشی یک استراتژی معاملاتی در تایم فریم 4 ساعته و نقطه ورود 15 دقیقه رو خدمتتون معرفی بکنم که ترکیبی از اندیکاتور و سبک معاملاتی پرایس اکشن هست. یعنی ما میتونیم با تلفیق این دوتا سبک معاملاتی، یعنی استراتژی‌های معاملاتی بر پایه اندیکاتورها و دانش پرایس اکشن، نقطه ورود مناسبمون رو بعد از اینکه در تایم فریم 4 ساعته تحلیلمون رو انجام دادیم در تایم فریم 15 دقیقه بگیریم. سخن رو کوتاه میکنم و با همدیگه در ادامه ویدیو به این ستاپ معاملاتی میپردازم. خب از تبع اندیکاتورها ما نیاز به دو تا اندیکاتور CCI و RSI داریم و این دو تا اندیکاتور رو روی نمودار قیمتیمون لحاظ میکنیم. ولی خب باید بابت اینکه استراتژی معاملاتیمون رو شخصی سازی بکنیم در قسمت تنظیمات CCI بریم و لنس پیشفرضش که روی 20 هست رو عوض بکنیم و سورسش رو هم عوض بکنیم. پس در قسمت تنظیمات CCI میریم و در سربرگ اینپوت لنس CCI رو از 20 به 14 و سورسش رو از حالت HLC3 به حالت کلوز تغییر میدیم و حالا میتونید رنگش رو اگر دوست داشتید عوض بکنید، اگر هم دوست نداشتید میتونید به صورت پیشفرض از همین رنگ استفاده بکنیم. بعد از اینکه تغییرات رو لحاظ دادیم اوکی میکنیم تا تغییراتی که در سربرگمون اعمال کردیم روی نمودار قیمتیمون لحاظ بشه و بتونیم با تغییرات انتخابی خودمون CCI رو مشاهده بکنیم. برای RSI هم با توجه به اینکه خودش به صورت پیشفرض روی 14 هست و سورسش هم روی کلوزه کاری نداریم، فقط در سربرگ استایل این RSI بیس MA رو ور می‌داریم تا بتونیم بهتر از این اندیکاتور هم استفاده بکنیم. بعد از اینکه اون RSI بیس MA رو هم ورداشتیم میایم و RSI رو درگ میکنیم روی CCI و به این صورت شکل ما ظاهر میشه و از اینجا به بعد ما میتونیم برای خودمون استراتژیمون رو مد نظر قرار بدیم. ابتدای ویدیو خدمتتون عرض کردم در تایم فریم 4 ساعته تحلیلمون رو انجام میدیم، ناحیه مد نظرمون رو پیدا میکنیم و در تایم فریم 15 دقیقه نقطه ورود مناسبمون رو میگیریم. خب چطور باید از این دوتا اندیکاتوری که روی نمودار قیمتیمون اضافه کردیم استفاده بکنیم؟ ببینید زمانی که یک لگ حرکتی شارپی رو ما داشته باشیم، RSI و CCI زمانی که هم مسیر بشن، یه طورایی روی همدیگه منطبق بشن، حالا چه در طرف صعود چه در طرف نزول، ما باید انتظار داشته باشیم که نمودار قیمتی همچنان روندش یک روند نزولی هستش. ولی خب هیچ وقت به صورت یک دست و یک پارچه این ریزش ادامه دار نیست و مطمئناً میاد و اصلاحاتی رو انجام میده و مجددا ریزشش رو ادامه دار تا یک محدوده حالا تقاضای قوی انجام میده تا اونجا حالا واکنش قیمت رو ببینه و از اونجا بخواد برگشت قیمتش رو استارت بزنه. شما اگر در همین انتهای مارکت روی جفت ارز GBP/USD دقت بکنید، زمانی که این اتفاق شارپ میفته، حالا اعلام خبر هستش یا حالا مارکت میکر میخواد که این جفت ارز رو یک مقدار ریزش سنگین بده یا افزایش سنگین بده، زمانی که این دوتا اندیکاتور روی همدیگه منطبق شدن، این به ما نشون میده که احتمال نزولی بودن نمودار قیمتی دور از انتظار نیست. پس ما در همین اندازه از این دوتا اندیکاتور استفاده میکنیم. در اصل اومدن دوتاشون از بالا شکست داده شده محدوده هاشون رو
و به همدیگه منطبق هستند و اینجا برای ما این رو مشخص میکنه که ما باید به دنبال چی بگردیم؟ سیگنال های فروش بگردیم، ولی نه در همون نقطه. باید بیایم و حالا با توجه به بحث پرایس اکشن و ترکیبش بکنیم با شکست ساختارمون، محدوده ای رو که انتظار داشته باشیم قیمت برگرده به اون واکنش نشون بده رو پیدا بکنیم و در تایم فریم 15 دقیقه اون رو بهینش بکنیم و نقطه ورود مناسبمون رو بگیریم. خب اگر من برم و نمودار نمایش دادم رو به حالت لاین در بیارم، اگر دقت بفرمایید اینجا زمانی که ریزش انجام شده اومده خیلی فرسایشی یک اصلاحی رو انجام داده، شاید کمتر از 10%، و مجددا ریزشش رو انجام داده و این ریزش باعث شده که کف قبلی شکسته بشه و یک بریک آف استراکچر به وجود بیاد. من حالا برمیگردم به حالت کندلی و اگر نمودار قیمتیم رو بیام مورد بررسی قرار بدم، میبینم که این کف توسط این کندل شکسته شده و اینجا میتونه برای من یک BOS تشکیل بده. پس میام این رو علامت میزنم برای خودم و بالای این محدوده به دنبال چی میگردم؟ به دنبال ناحیه عرضه‌ای میگردم که باید برای من مهم باشه و اینجاست که حالا سبک پرایس اکشن وارد کار میشه. خب اگر بخوایم به سبک اسمارت مانی بریم، میایم میگیم که آقا آخرین کندل رنگ مخالف قبل از یک حرکت شارپی رو به عنوان یک اوردر بلاک در نظر میگیریم. یعنی اگر بخوایم طبق اون گفته عمل بکنیم، ما باید بیایم این کندل آبی رنگ رو برای خودمون یک ناحیه عرضه در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم که نمودار قیمتی وارد این محدوده بشه و اونجا حالا من تاییدیه کندلی بگیرم، تاییدیه پرایس اکشن بگیرم و وارد معامله طرف فروش بشم. ولی یه موقع هایی اگر دقت بفرمایید میبینید که قیمت تا نزدیکی اوردر بلاک ما میاد ولی وارد اون محدوده نمیشه و حالا ادامه ریزشش رو یا ادامه صعودش رو از کمی قبلتر از ناحیه علامت زده ما انجام میده و حالا ما یک ریزش یا یک سودی رو از دست میدیم. چه کار باید بکنیم؟ زمانی که تاییدیه پرایس اکشنی به ما میده، یعنی ببینید اینجا کندل بعد از اوردر بلاک اومده پایین بسته شده و تثبیت شده، خب این قدرت این محدوده رو برای من بالا میبره. ولی باید چه کار بکنم؟ باید بیام کلوز این کندل رو تا های کندل اوردر بلاک علامت گذاری بکنم و این محدوده رو برای خودم یک محدوده قوی بدونم. خب پس چه کار میکنم؟ میام کلوز کندل رو برای خودم علامت میزنم، اوردر بلاک هم که این کندل هستش و های این کندل رو برای خودم علامت گذاری میکنم. پس داخل تایم فریم 4 ساعته من اومدم محدوده خودم رو با توجه به سیگنالی که از اندیکاتورهای CCI و RSI گرفتم و با توجه به اون BOSی که تشکیل شده این ناحیه رو برای خودم علامت گذاری میکنم و میرم داخل تایم فریم 15 دقیقه و به دنبال تایید کندلی میگردم که بتونم این محدوده رو برای خودم ریفاین بکنم، این محدوده رو برای خودم کوچکتر بکنم. چون اگر بخوام این محدوده رو اگر علامت گذاری بکنیم میبینید که یک محدوده 21 پیپ هستش و خب خیلی زیاده. اگر بخوام دقیق انجام ندم معاملم رو، باید این ریسک رو بپذیرم که حد ضررم احتمال داره از اون حد ضرری که با توجه به مدیریت سرمایم لحاظ میکنم بیشتر بشه. پس چه کار میکنم؟ در تایم فریم 15 دقیقه میام و به دنبال
تاییدیه کندلی در محدوده علامت زدن میشه. اگر دقت بفرمایید میبینید که نمودار قیمتی اومده کندل های دوجی زیادی یا کندل های بیجونی بلا تکلیفی مارکت بوده رو اینجا لحاظ کرده و بعد از اون اومده با یک کندل نسبتاً قوی نسبت به کندل های قبلی این تاییدیه رو برای من پرایس اکشن کرده. چرا؟ به دلیل اینکه این کندل اومده پایین این کندل سعودی کلوز داده و این دوتا کندل میشه برای من تاییدیه‌ای که احتمال ریزش میتونه از این محدوده‌ای که در دل محدوده اصلیه انجام بشه. پس چه کار میکنم؟ میام محدوده خودم رو کوچکتر میکنم و این محدوده‌ای که به صورت کلی 21 پیپ بود رو تبدیل میکنم به یک محدوده‌ای به اندازه 6 پیپ و خب خیلی تفاوت کار هست که من بتونم در یک نقطه مناسب ورود به معامله رو داشته باشم. خب در تایم فریم 15 دقیقه اگر دقت بفرمایید ما BOS های زیادی داریم، مناطق اوردر بلاک زیادی رو شاید بتونیم برای خودمون پیدا بکنیم، ولی چون در تایم 4 ساعته اومدیم و این تحلیل رو انجام دادیم میتونه اون محدوده علامت زده شده برای ما یک محدوده معتبرتری باشه و احتمال اینکه قیمت بیاد و مناطقی که سر راش هست رو بشکنه تا به اون محدوده برسه بیشتر از اینه که نخواد این اتفاق براش به وجود بیاد. خب بعد از اینکه اومدیم و این محدوده رو برای خودمون ریفاین کردیم، کوچکش کردیم، میتونیم اوردر بذاریم در لبه پایینی محدودمون درصدی از سرمایه‌ای که میخوایم وارد بکنیم، درصدیش رو در میانه این محدوده بذاریم و درصدی دیگرش رو در لبه بالای محدودمون لحاظ بکنیم. حد سود اولمون میتونه کجا باشه؟ میتونه BOS ترسیم شده در ناحیه تایم فریم 4 ساعته باشه. یعنی اولین تارگت ما این محدوده هستش. پس ما باید بعد از اینکه تونستیم ورودمون رو انجام بدیم درصدی از معاملمون رو در این ناحیه، در الان اینجا عددی که به من نشون میده 1.25088 رو سیو سود بکنیم، ریسک فری بکنیم و با ادامه نمودار قیمتی با درصدی که از مدیریت سرمایه‌مون در معامله باقی مونده همراه معامله باشیم تا بتونیم حالا به اون ناحیه تقاضای قوی که داشتی برسه و از اونجا از معامله خارج بشیم. پس به همین صورت بدون استفاده از شاخ و برگ دادن‌های زیاد، حالات کشیدن خط روند و عرضم به حضورتون که حمایت مقاومت‌های زیادی که در نمودار قیمتی به وجود میاد میتونیم برای خودمون نقطه ورود مناسب رو پیدا بکنیم و استفاده از اندیکاتورهامون هم فقط در تایم فریم 4 ساعته در همون حدی که خدمتتون عرض کردم RSI و CCI با همدیگه منطبق باشن. یک تاییدیه‌ای میتونه برای ما داشته باشه. امیدوارم که از این ویدیوی آموزشی نهایت استفاده رو ببرید. انتقاد، پیشنهاد و هر نظری دارید خوشحال میشم به صورت کامنت عنوان بفرمایید و اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد ممنونتون میشم که کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگولش رو در حالت آل قرار بدید که ویدیوی جدیدی منتشر میشه یوتیوب بهتون اطلاع بده و در صورت تمایل تشریف بیارید و ویدیوی جدید رو مشاهده بکنید. تا آموزش بعدی سالم، شاد، ثروتمند باشید. خدا نگهدار.